بیا کن صدای من نمیکشم بکنم برو مادر به هر رقم که میتونی برو با ما پیدا تو که مجبور نیستی تو چاته نداری همه میخوام مجبور شم. تشکر برادر خیر بونگرین شما که به همین غریبا و ماجرا در بدر شکر خیر ببینید یاد خدا باشید خدا روز نماز به در بارت کنه که خود غریب مسکین بیچاره را یاد کی خیر نزدیکیم دیگر از همین پردار نخور بس دیگه همین شاپی کافیه ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم بکنه برای کسانی که در روی زمین هستند، انسان هستند و قابل رحم هستند، تا اینکه خداوند تبارک و تعالی به شما رحم بکنه و مهربانی کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز هم طبق معمول توزیع داریم. یکی از خواهرای ماست، خواهرم نسرین، الله ازشان قبول بکنه. دیگه امروز میریم به 18 فامیل توزیع داریم انشالله و رحمان. با ما باشین، میریم یک جای میبینیم. فامیلای ما کسا از کلش یتیم، بیوه، مستحقین و امروز روز است که بسیار خطرناک برفی است. دیگه آرد برنج، روغن و بوره و لوبیا و زغال توزیع میکنیم. گرچه یک جای زغال ما را انشالله که فردا توزیع برشان میکنیم. امروز تنها همی مواد خوراکی شان میتیم. دیگه شبا سبا باز انشالله دیگه شبا توکل بر رب العالمین. میریم با هم میبینیم. یک جای با ما باشین تا آخر برنامه.
خواهر ما نسرین جان که کمک بر ما کردن سپاسگزاری میکنم که بر ما رئیس مستان مواد بر ما کمک کردن خدای که برکت بنده. تشکر میکنم که بر ما کمک کرده روزگاری و ناچاری ما خیلی بسیار زیاد تشکر. تشکر خاص از خداوند که آب بچه شاکر هستم. بسیار زیاد تشکر از خاله نسرین که بر ما کمک کرده. خدا خیرش بده. ما جان هستم. خدا خیرت بده. خانه تاباد. خدا از خانه کعبه شریف ببرید. خانم رویا هستم. تشکر میکنم. خدا جان جور بتیتان. شما ما را کمک این خداوند شما را کمک کنه. خیر کنه. بله سلام علیکم خاله نسرین. خداوند کمکتان کنه. خداوند جان و جور نصیبتان کنه. همیشه ما و کمک شما ضرورت داریم. خداوند کمکتان کنه. هر جای باشی آرام باشی. بله خانم نسرین تشکر میکنیم از این کمکتان. دی برف دی خنک دخترکم کور از خودم بیوستم که ما کمک کردین. خدا شما را قبط که جمع کردن نتانید. خدا او دنیایتان خوب کنه. سلام خاله نسرین خوب هستی؟ تشکر از این کمک که در این زمستان به مردم غریب کمک کردی. تشکر. خدای قدر بتید که جمع نتونی. باش ما هم یک سعی کنم یک بلند دیگه خلاص کنم. برو تاش سلام علیکم خاله نسرین خوب هستی؟ جور هستی؟ خدا خیرت بده که بسیار که ما در زمستان کمک کردی. چیز نداشتیم در خانه نه خرد داشتیم نه زغال هیچ. خدا جان جور بتیتا. خدا یک از خوب بتیتا. خدا جان جور بتیتا. خدا خیر بتیتا. تشکر هستم کمک کردی. کی هستی؟ خاله زینب. یک تشکری خاص از خاله نسرین. در این زمستان سخت ما رو کمک کرد. خداوند یک جان جور بتشه در این زمستان که به درد ما خورد. خبر خار غریب داد. خداوند اجر بیشتر بتشه. کیستی؟ مرجان یک تشکری میکنم از خانم نسرین که بر ما در یک روز بعد به درد ما خورده. خدا خیرش بده و خدا مریض هم هستم. تشکری زیاد میکنم. دعاش میکنم. 5 وقت نماز بخونم دعاش میکنم. خداوند بالا قبول کنه این خوبی که کلمه خدا.
کیستی؟ فاطمه هستم. از خانم نسیم یک جون سپاس که شما ما در زمستان ما را همراهی کردین، ما را کمک کردین. خدا شما اجر بده، خدا شما جان جور بده. هر روز مریض دارن، خدا شفای کامل بده ایشان. یک جون سپاس، تشکر از خدا. سلام علیکم. یک جان تشکر اول از حاجی صاحب که ما را بزد. خاله نصیر، از خاله نصیر جان یک جان تشکر. این ما مردم از ما رو بدل دیاد میاره. به یاد خدا دعای باشی. سر 5 وقت نماز ما دعا میکنیم که خداوند تو اجر بده. خداوند تو را دی زمستان که کمک ما کرد. یک جان تشکر دیگه. بسیار ببخشید دیگه یک جان تشکر زیاد دیگه. الله خداوند تو را اجر بده، بسیار بده که قبلی که گرفت یه ثوابش زیاد باشه. یک جان تشکر خاله نصیر. ترامات از خواهر نصیر بسیار زیاد تشکر که در سرمای زمستان در ما کمک کرد. بسیار زیاد تشکر. چی گرفتین؟ آرد است، برنج است، روغن است، لوبیا است، دان خود است، گوزه است. بخیر باشین. برین بخیر برین. بای نمی کراچی را تعقیب کنن برین دیگه. برو کلام نصیر تشکری بته با هنا تشکر. بیایم. تبا بیا دیگه. پشت زغال از برین بخیر خاله دیگه. برین ببرین برین بخیر. نه هم سر و سر بتشان برن دیگه. شغال. اینجا صاف کاوش برات. یا. یارا. یا. صاف برات.
بخیر باشه خاله جان. برو بخیر باشه. بخیر باشه الله. بخیر باشه. برن بخیر باشه. Gracias.